با من آماده شیم بریم برای دیدن طلوع خورشید. چون من اهل مهمونی و تولد و دور همی نیستم و اونقدر نرفتم که دیگه دعوتم نمیکنن، برای همین تو این پیج من فقط میتونم ببرمتون برای دیدن طلوع خورشید. منم از اون دست آدمام که با دیدن طلوع و غروب و ابر و مه و برگ و درخت و گل و گیاه همش میگم وای شگفتا. هر روزم برام تازگی داره، یعنی اصلا تکراری نمیشه. صدای کودک درونم با دیدن همه اینا اینطوریه که او مای گاش. Oh my God. بعد از تماشای طلوع و مدیتیشن و شرکت در آخرین جلسه کلاس 40 روزه بلند شدیم برای درست کردن املت و چای زغالی. جاتون خالی. زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من تو برود. زندگی گل به توان ابدیت. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است، پنجره فکر، هوا عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر میرویند قارچ ها